خب دوستان عزیز، با شما هستم. در باب آموزه تسلیس با هم دیگه صحبت کردیم. مقدمه ای از خودم گفتم و در مورد خودم صحبت کردم که به چه شکلی از جماعت قبلی که بودم خارج شدم و توی این جلسه که با هم دیگه هستیم، همونطوری که گفتم میخوام در رابطه در یک موضوعی صحبت کنم که بهش میگیم رابطه ازلی که بین پدر و پسر وجود داره. در رابطه ازلی که کتاب مقدس میگه بین در ذات خدا، در شخص پدر و شخص پسر یک رابطه ازلی وجود داره. میخوام در این باب با شما صحبت بکنم. پس موضوع جلسه دوممون این هست: رابطه ازلی بین پدر و پسر. کتاب مقدس به ما میگه که بین پدر و پسر یک رابطه ازلی وجود داشته بر اساس رابطه. اوکی، پس 3 تا عنوان در بحث اولمون به هم دیگه نگاه خواهیم کرد و بعد این 3 تا نکته رو با هم دیگه باز خواهیم کرد. 1. پسر ازلیه چون از دید جماعت برانهامیست پسر ازلی نیست. به اینها همه نگاه خواهم کرد، مخصوصا توی جلسه که با یه دوستی خواهم داشت که 2 نفری با هم دیگه مسائل بحث خواهیم کرد. پسر ازلی نیست، بلکه پسر در زمان متولد شده. از دید این جماعت فکری مسیح 2000 سال پیش به دنیا آمده و در واقع قبل از اینکه مسیح در تجسم پسر خدا در 2000 سال پیش بیاد اصلا وجود نداشته مسیح. پس ورود مسیح به این جهان 2000 سال پیش بوده و رابطه ازلی بین پدر و پسر از دید این فرقه نبوده. اما که الهیات کلاسیک مسیحی معتقد بین پدر و پسر یک رابطه ازلی بوده. پس اولین نکته، پسر ازلیه بر حسب و اساس کلام خدا. 2. پسر در رابطه با پدر معنی میده. و 3. پدر و پسر از یکدیگر متمایز اعلام میشن. اولین نکته گفتم پسر ازلیه بر اساس و تعریف کلام خدا. آیات بسیار زیادی هستن که ما نشون میدن که در واقع پسر ازلیه، اما من به آیات خیلی نگاه نخواهم کرد به خاطر اینکه توی جلسه کاملا به آیات و تفسیر آیات با هم دیگه نگاه خواهیم کرد. اما برای این موضوع یک آیه فقط میخوام بخونم. پسر ازلیه بر اساس تعریف کلام خدا. به عبرانیان فصل 1 آیه 2 نگاه کنیم. من ترجمه قدیم میخونم، همه آیاتی رو که میخونم تو این جلسات در ترجمه قدیم میخونم. عبرانیان فصل 1 آیه 2 اینطور میگه: در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد، جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید. یه بار دیگه میخونم: در این ایام آخر به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید. اگر مسیح شخصیت ازلی نباشه نمیتونه در آفرینش ازش اسم برده بشه. کسی میتونه آفریننده باشه که در ذات خدا باشه و ازلی باشه، نه در زمانی متولد شده باشه. پسری که او را وارث همه چیز قرار داد و به وسیله او جهان را آفرید. کلمه بر اساس تعریف یوحنا ازلیه چون خدا ازلیه. پس نتیجه میگیریم چون کلمه ازلیه مسیح میباید ازلی باشه، چون کلمه در یوحنا 1:1 به مسیح مرتبطه. پسر آفریننده خوانده شده توی همین آیه عبرانیان فصل 1 آیه 2 که خوندم. پسر آفریننده خوانده شده، پس میباید ازلی و خدا باشه. مورد دوم، پسر در رابطه با پدر معنی میده. این یه اصل اساسیه که پدر در رابطه با پسر و بالعکس پسر در رابطه با پدر معنی میده. من زمانی که هنوز پدر نیستم، کسی منو پدر خطاب نمیکنه. ولی وقتی شما کتاب مقدس رو باز میکنید، خدا در عهد عتیق هم پدر خطاب شده، در عهد جدید هم مسیح خدا رو پدر میدونه. پس رابطه پدر و فرزندی به خاطر اینه که اگر پدری باشه باید پسری هم باشه،
اگر در واقع اسم خدا رو پدر قرار میدیم به خاطر اینکه پدر در رابطه با پسر معنی میده، وگرنه میتونیم به خدا فقط بگیم خدا. اما خدا در عهد عتیق هم پدر لقب گرفته. اشعیا میگه تو پدر ما هستی. اگه ابراهیم و انبیای دیگه ما رو نشناسن، تو از ازل پدر ما بودی. پس این یه اصل اساسی که پدر در رابطه با پسر معنی میده. یوحنا میگه هر که پسر رو نداشته باشه پدر رو نیز نداره. پس پسر خداه، پس پسر خداست. چرا؟ چون پسر جاودانی است و چون جاودانی است خداست و در رابطه با پدر معنی میده و از یکدیگر متمایز هستند بر اساس تعریف رابطه. آگوستین یکی از پدرانی که من خیلی دوستش دارم توی قرن 4 و 5 میگه پدر در رابطه با پسر خوانده شده است و پسر در رابطه با پدر. آگوستین میگه پدر در رابطه با پسر خوانده شده است و پسر در رابطه با پدر، توی کتاب آن ترینیتی صفحه 192. پس تعریف کلمه رابطه چی هست؟ رابطه یعنی چی؟ رابطه بر اساس تعریفی که یه دیکشنری معروف مسیحی داره میگه the way in which two or more people, group or countries talk and deal with each other. میگه این مسیریه که نشون میده دو شخص یا بیشتر یا کشورهای یا سازمانهایی با همدیگه مکاتبه دارن، صحبت میکنن. پس رابطه یعنی فیس تو فیس، رابطه یعنی تکلم، رابطه یعنی صحبت. بعد میگم تو آیاتی که در این آیات رو باز خواهم کرد و تفسیر این آیات رو از نگاه‌های مختلف الهی‌دانا با هم دیگه خواهیم خوند و از علم تفسیر هرمونتیک استفاده خواهیم کرد برای تفسیر آیات، نه اینکه هر چی دلمون خواست تفسیر کنیم و به مردم تحویل بدیم. پس اگه پسر جاودانی در ذات خدا وجود داشته باشه، پدر نیز باید جاودانی خطاب بشه در رابطه با همین پسر. اگه پسر جاودانیه، پدر نیز در همین رابطه جاودانیه و در این رابطه با پسر معنی میده. ارسطو یکی از بزرگترین فیلسوفای یونانی میگه رابطه رو اینطور خطاب میکنه، میگه رابطه خطاب شدن نسبت به دیگری است. اگر من با کسی رابطه داشته باشم در حالتیه که در کامیونیکیشن، در ارتباط، در تکلم، در صحبت، در محاوره با این شخص هستم و پدر و پسر با همدیگه در این رابطه هستن، همونجوری که یوحنا میگه. و حال میخوام به چند تا آیه فقط نگاه کنیم که به شما ثابت بکنم وقتی صحبت از رابطه میشه بین پدر و پسر، بین تمایزی که وجود داره بین پدر و پسر. اینو فراموش نکنیم. کتاب مقدس صحبت از تمایز میکنه بین پدر و پسر، میگه پدر و پسر با همدیگه متمایزن. پدر پسر نیست و پسر پدر نیست. اینها دو تا شخص متمایز از همدیگه هستن. میگه من از نزد پدر آمده ام و به این جهان وارد شدم و حال این جهان رو ترک میگویم و به نزد پدر میروم. یوحنا فصل 16 آیه 28. من از نزد پدر آمده ام. دقت بکنید تمام پروناون ها، تمام ضمیرهایی که داره استفاده میشه نزد پدر من، پدر من. در هر علم لینگویستیک زبانشناسی شما بخونید متوجه میشید این مکالمه پیش هر کسی که زبانشناسی میدونه متون یونانی این کتاب ها رو ببرید نشون بدید و بهش بگید مکالمه بین چند تا شخصه. آیا یه شخص داره خودش با خودش حرف میزنه؟ از دید این فرقه وقتی مسیح میگه من از پدر بیرون آمدم، یعنی من از نزد خودم بیرون آمدم و به جهان وارد شدم و حال اینکه جهان رو ترک میکنم و به نزد خودم میروم. با اینکه این آیه همینه، میگه من نه از نزد پدر آمدم، از نزد پدر، یه شخصی خارج از من، یه شخصی متمایز از من. آیه بعدی میگه زیرا از آسمان فرود نیامدم تا به خواست خود عمل کنم، بلکه آمدم تا خواست فرستنده خیش را به انجام رسانم. این نشون دهنده تمایز رابطه پدر و پسر. یوحنا 6:38. آیه بعدی یوحنا باب 14 آیه 31. اما من کاری را میکنم که پدر به من فرمان داده است تا جهان بداند که جهان بداند که پدر را دوست می‌دارم. یوحنا فصل 5 آیه 19. پسر از خود کاری نمیتواند کرد مگر کارهایی که میبیند پدرش انجام میدهد. سوال اینجاست مسیح کی با پدرش بوده که ببینه پدرش چی کار میکنه؟ در ازل در کنار پدر بوده. این تعریف واضح کتاب مقدس در این بابه.
کسانی هستند که ادعا میکنن پدر و پسر یک شخص هستن، منظورم همین گروه فکریه، و عیسی تنها پدر رو آشکار میکنه. بله، کتاب مقدس یوحنا 1:18 میگه پسری که در آغوش پدر است همان او رو زاید. بله، مسیح به یک شکلی تجلی پدره به خاطر اینکه ذات خدا رو داره، اما تمایز اشخاص وجود داره و اینو نمیشه انکار کرد. کلام خدا ما نشون میده که بین عیسی و پدر یک تمایز وجود داره. دلیل چیه؟ دلیل این تمایز چیه؟ طرف شاید بگه که برادر پدر و پسر یک هستن. دلیل اینه پدر و پسر کلام خدا میگه اصلا متمایزن به این دلیل چون عیسی فرستاده شده و پدر کسیه که در واقع فرستنده لقب گرفته. پدر فرستاده و عیسی فرستاده شده خوانده شده. یوحنا 4:34 میگه خوراک من این است که اراده فرستنده خود را به عمل آورم. فرستنده خود، یه شخصی خارج از عیسی که داشته سر چاه در کنار اون زن سامری با شاگرداش صحبت میکرده بوده. مسیح با پدر متمایزه. یوحنا 5:30 من از خود کاری نمیتوانم کرد بلکه بنا به آنکه میشنوم داوری میکنم، چون در پی انجام خاص و اراده خود نیستم بلکه فرستنده خود. پولس میگه، حالا بذار وارد آیات و رساله ها بشیم. پولس غلاطیان 4:4 چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد. بازم پولس در رومیان 1 فصل 1 آیه 3 و 4 درباره پسر خود که به حسب جسم از نسل داوود متولد شد و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید و از قیامت مردگان یعنی خداوند ما عیسی مسیح. تمایز رو میبینید؟ تمایز این که مسیح از نسل جسم، از نظر جسمانی از نسل داوود بوده، از نظر روحانی پسر خدا و خداست. این تمایزی که حتی وجود داره رو پولس داره همه رو توضیح میده به ما. پس برای پولس عیسی شخصی متمایز از پدر بوده. آیا بین این آیاتی که خوندم شما تمایز، شما این وسط که من خوندم دو تا شخص حس میکنید یا یه شخص؟ آیا مسیح غیر از اینه که داره با یه شخصی خارج از خودش در محاوره و مکالمه هستش؟ جاودانگی پسر که ما میگیم پسر جاودانگی بسیار در کتاب مقدس اومده و توی درس‌های بعدی بهشون نگاه خواهیم کرد. اما یه آیه دیگه هم اجازه بدید بخونم از کتاب کولوسیان فصل 1 آیه 15 و 16. میگه و او صورت خدای نادیده است، نخست‌زاده تمامی آفریدگان، زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او و برای او. او اینجا کیه؟ عیسی. همه به وسیله او و برای او. مسیح خالق لقب گرفته عزیزان. اون آیه که تو عبرانیان خوندم، خدا در زمانهای سلف با پدران ما به طریقهای مختلف صحبت، اما در زمانهای آخر توسط پسر خودش با ما متکلم، با ما حرف زد. او را وارث همه چیز قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید. کی؟ پسر خدا عیسی مسیح. پس این در ما شکی نمیذاره که پسر یه مولود جاودانی از پدره، زیرا خالق لقب گرفته و رابطه پدر و پسر نسبت به هم دیگه تعریف میشه. پس اگر پسر در رابطه با پدر معنی بده، خوب دقت کنید ببین، اگه پسر در رابطه با پدر معنی بده فقط، که بیشک چنین است، پس پسر همیشه میباید وجود داشته باشد چون پدر همیشه وجود داشته است. این یه اصل غیر قابل انکاره که اول یوحنا اینو به ما میگه. حالا میخوام به یه آیه بخونم و بگم این آیه که یکی از آیاتیه که این گروه خیلی این آیه رو در واقع کانتکست آیه رو برمیگردونن، معنیشو کاملا تغییر میدن و اونجوری که دلشون میخواد تفسیر میکنن. میخوام برای شما بخونم توی دوم قرنتیان فصل 14 آیه 13، اونجایی که میگه فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و مشارکت روح القدس با شما باشه. میخوام از دید این فرقه به شما بگم این آیه چطوری خونده میشه. میگه فیض خداوند ما عیسی مسیح و محبت خدا توی پرانتز کسی که عیسی مسیح است و رفاقت روح القدس کسی که عیسی مسیح است با شما باشد. آیا اگر این مفهوم در ذهن پولس بوده که عیسی
که وقتی میگه که فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدا و مشارکت روح القدس با شما باشه، اگه همه اینا عیسی بوده، آیا پولس اینو شفافتر نمیگفته؟ چرا باید توی همه رساله‌اش بگه، در واقع وقتی داره توی همه رساله‌اش درود میگه اول بگه اسم خدا، اسم پدر رو بیاره و خداوند ما عیسی مسیح، خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، پدر و پسر عیسی مسیح. چه دلیل داره این تمایزات؟ اگه خدا همش عیسی است، چرا ما این همه کلمه خدا، پدر، عیسی، روح القدس، پسر، پدر چرا داریم؟ اینا الکیه؟ من فکر میکنم این تمایز کاملا مشخصه. اگه ما با یک دیده باز بخونیم این آیات رو، فکر میکنم خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم که توی این آیات خدا داره در واقع چقدر ساده از کلامش با ما صحبت میکنه و به قول معروف نکته رو برای ما مبهم نمیذاره. حالا نکته دیگه که دوست دارم واردش بشم توی این فصلی که داریم الان صحبت میکنیم، میخوام در مورد این صحبت بکنم که دیدگاه خیلی از افراد الهیدانا به این موضوع چیه. یه آیه دیگه میخونم، میگه شکر بر خداوند ما عیسی مسیح. پولس میگه شکر بر خداوند ما عیسی مسیح. این گروه فکری اینطوری ترجمه باید بکنن، شکر بر خداوند ما عیسی مسیح، کسی که پدر است. شکر بر خداوند ما عیسی مسیح، کسی که پدر است. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این گروه فکری معتقده که عیسی وقتی معجزه میکرده این پدر بوده، وقتی خسته میشده عیسی پسر میخوابیده، وقتی مسیح دریا رو آروم میکرده پدر بوده که انجام میداده، وقتی مسیح در واقع گرسنه میشده پسر گرسنه میشده. به دیگر سخن معتقدن که از نظر روحانی در واقع عیسی از نظر روحانی عیسی همون پدره، با اینکه کتاب مقدس میگه عیسی تجلی خداست، عیسی خداست اما متمایز از پدره. اگر عیسی در بعد الهیش همان پدر باشه، آیا پولس اینو شفافتر به ما نمیگفته؟ آیا پولس تمایزی قائل شده بین شخص پدر و پسر؟ بی وورفیلد یکی از الهیدانای پرزبیتریان بوده، توی فکر کنم دانشگاه پرینستون، یه شخص خیلی معروفی بوده، یه الهیدان خیلی معروفی بوده، فکر کنم تو قرن 20 بوده، نزدیک به 70-80 سال پیش زندگی میکرده. میگه زمانی که پولس از واژه خداوند یا خدا استفاده میکند، کلمه خدا عزیزان، کلمه خدا توی ترجمه یونانی کتاب مقدس عهد عتیق، ما اولین ترجمه یونانی عهد عتیق رو 2 یا 3 قرن قبل از تولد مسیح داشتیم که ترجمه شده بوده به اسم سپتوئجنت. ترجمه بوده که خدا رو برای کلمه خدا از کلمه تئاس استفاده می کرده و برای کلمه خداوند از کلمه کوریوس استفاده می کرده. بی وورفیلد میگه زمانی که پولس از واژه خداوند یا خدا استفاده میکنه، یعنی کوریوس یا تئاس، هیچ تفاوت رتبه‌ای نمیذاره، بلکه هر دو یک نامگذاری در الوهیت هستند و یک تمیز که توسط آن به هم اعمال میشن. توی کتاب Biblical Doctrine صفحه 220 ریچارد بکام که من کتابش هم اینجا دارم، اسم کتابش هست Jesus and the God of Israel، عیسی و خدای اسرائیل. توی یکی از فصلهای خودش اینطور میگه واژه کوریوس یعنی خداوند که به مسیح نسبت داده شده یا همون لورد، هم برای خدا استفاده شده هم برای مسیح. خوب دقت کنید، در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 1 میگه در کتاب مقدس یونانی تناخ میگه که در ابتدا الوهیم آسمان ها و زمین را آفرید. در ابتدا الوهیم آسمان ها و زمین را آفرید. کلمه الوهیم که یک کلمه یهودی هستش، یک کلمه هستش، اولا اینکه الوهیم یک کلمه مرکب بوده، میگن نمیدونم کلمه بوده که در واقع معنی خدایان رو میداده، معنی مفرد نداره بلکه معنی جمع. من وارد این فضا نخواهم شد و از این موضوع سعی میکنم دوری بکنم، به خاطر اینکه معتقدم که در واقع این یک نگاهیه که خیلی از الهیدانای مسیحی بشن، اما من وارد این مسیر نمیشم که بخوام از این آیه یه برداشتی داشته باشم. فقط میخوام بگم کلمه الوهیم در کتاب مقدس تناخ عبرانی، وقتی ترجمه یونانی کتاب مقدس یهودی رو ما میخونیم که من اینجا دارم میتونم به شما نشون بدم، این کلمه تئاس برای الوهیم ترجمه شده.
کلمه تئاس برای الوهیم اومده. خوب دقت کنید، اگر الوهیم خدایی هستش که آسمان ها و زمین توسط او شکل گرفته که ایمان داریم همینطوره، کلمه تئاس برای الوهیم ترجمه شده و کلمه یهوه در عهد عتیق یا یهوه به اسم لورد اومده در عهد عتیق. هر جای خدا در عهد عتیق، هر جای الوهیم تکلم کرده، هر جای الوهیم تکلم کرده تو عهد عتیق، تو ترجمه یونانی گفتن تئاس، هر جای یهوه بوده گفتن لورد. اینو فقط خواستم بگم به خاطر اینکه این مورد خیلی مهمه که الان بهش میرسم. مارتین لوتر در سال 1545 3 جولای 1545 در آخرین مناظره دانشگاهی خودش در بیانیه 1 تا 16 در باب تثلیث سخن میگه. تأکیدی بر باورهای الهیدانان قرون وسطا داشته و ریشه صحبتش موضوعی بوده به اسم The Wisdom of the Father، حکمت پدر. از اعتقادنامه رسولان آتاناسیوس و نیقیه به شدت دفاع میکنه و از کتاب تثلیث آگوستین چند تا نقل قول میکنه. و در سال 1535 یعنی 10 سال قبل از این مناظره، وقتی بزرگترین لکچرهای خودش رو میده در باب کتاب غلاطیان که از دید لوتر بزرگترین کار مارتین لوتر بوده، از ذات خدا صحبت میکنه که در خودش بسیطه. مارتین لوتر در باب کتاب غلاطیان در باب موضوع تثلیث صحبت میکنه و از ذات بسیط خدا صحبت میکنه. و ریچارد و رابرت لیتام توی کتابش هولی ترینیتی وقتی نگاه میکردم به الهیدانایی که نقل قول کرده، از جان کالوین که یکی از پیشتازان اصلاحات بوده اینطور اشاره میکنه، میگه The Trinity is Calvin's doctrine of God. میگه تثلیث آموزه خدا برای کالوین بوده. وقتی میگفتیم تثلیث برای جان کالوین، تثلیث یعنی خدا، یکی از بزرگترین پدران کلیسا بوده. پس میخوام بگم که این موضوع نیستش که شما از کنارش بخواید به سادگی رد بشید، بلکه موضوعی که ما باید تعمق کنیم تا خدا برای ما خودش رو باز بکنه. پس تو این درس به این نگاه کردیم که پدر پسر رو میفرسته و بین پدر و پسر تمایز وجود داره و کمی در مورد این صحبت کردیم، در مورد اسما صحبت کردیم که تو جلسات بعدی به اینها نگاه خواهم کرد که چجوری تئاس و کوریوس یونانی در عهد جدید چه معنی میدن، در عهد عتیق چی میدادن، چطوری عیسی مسیح تئاس خوانده میشه. اگه مسیح لورد بوده در عهد جدید به مسیح میگیم خداوند، اما مسیح خدا هم خطاب شده. پس میباید در رابطه با پدر یک رابطه ازلی داشته باشه و میباید خالق باشه، به خاطر اینکه خدا نیز لقب گرفته. همون خدایی که کلمه الوهیم براش اومده، همون خدا کلمه تئاس اومده و مسیح تئاس نیز خوانده شده که در جلسه بعد با هم دیگه بهش نگاه خواهیم کرد. فیض مسیح با همه شما باشه. برکت مسیح با شما.